تشونک بنا بخورده کودل ترتی مونه بخورده کودل یاد دل ترگت من تازکاری تو چه هر نانجیبی خواستگاری منوی نسیبر کرده کودل شیرور تو اونور کرده کودل میرو روان و اصحاب داشته دست جمعی مسر کرده کودل تا گت من نکن دادکش آبدوره کینگت نیو غر کرده کودل دست ونوشه چیمتی سیم میچش بر کرده کودل ای جوس کلفت کرد و امتی بر من از خانه در کرده کودل قسم خورد و از این بر نامناتو ای من شیچم خر کرده بر نسبت شما کودل بانی از این انسان مدیش دل دیده بگرم این دهن آدم هم گرمازا هم سرمازا شما از جا که بسوزه هم گرمازا هم وقتی از جا بسوزه شما با نوکش که فوتو که نیست سرما تو دید کنن وقتی سرما از که بیاری گرما صحبت های انسان هم همینه یکی را آنچنان امیدوار کنه که از شود که شکل با خدا وصل کنه یکی را آنچنان نامید کنه سر دیگه خودکشی کنه خیلی هنر دهنه آقای هوا تکا دهنه آقای حسینی بیم من از امیر و استاد نجات شیری گوشتونه نجات نوریه نه با مرد 80 خودی سال نیست حتی منظومه خالشی من داشتم یه خالشی فرضی خیالی هم برای که این واژه را دیرگاه بیارم خالشی هم با صحبت بعد اینو از شود که با حمایت از خالشی خاله رو کنیم خب ما خالشی تعریف رو کردیم دیگه آقا از کنه در شونه نه اگه دوباره مثل خالشی را پیدا دلی چی گو چیزی که دود نیمونه ای یارو کنی خیلی سخته ولی من این کار انجام دادم به جواب بودم بعد یه خانمی به نام ستایش بانو بیمو از این خالشی امشیر شد من یه دم به جواب ندادم و همین من خیلی دور لو کنه به جواب امشیر بود میگه چی حافظت کار دارم اگر اون ترکی شیرازی به دست داره دل ما رو که همه دلنه و خال هدویش بخشم سمرقند و بخارا هم بخشش مال غیره حافظه هم اصلا دلش بله چجوری به دست میگه آخر یارو 50 کشور پاشوره که نگه نمیدل به دست نجات نوریت کار دارم ما اوی دارم شد داری که بر او دکفه فکر کنیم برما کرده وقتی شلاق بر خب که بسو کنم من اوی دارم شد ناداج و نایارم شد تنها من و جنگل مشکست تلارم شد بعد به آخر درگه اکیمه آرامش یک لحظه من هارش قربانی تی پیچارش می دار و ندارم شد پیچارش مویی هستی که سابق خانم جوان شهجه ریخته امیر از اینا دوتا قشنگتر بود امیر که خجیری کجا مرز سر حلاله آلاله رو کنن مرزشون بالا داره بر بازنه رقص قشنگ کنن به دیدی کنه خجیری کجا رو مرز سر حلاله سر باش ورده یعنی همون سر باش ورده مرجم دا کرده بالا منو باکوشو خونه دکم پیاله میخونه بخوان میخون تر حلاله یعنی هیچی نفهمم حالا من از دمیتی بودم البته من اوراق بودم بشه قشنگه یه بار دیگر بفرمایید یه بار دیگر امیر چشم کنه خجیری کجا مرز سر حلاله سر باش ورده مرجم دا کردی بالا مرجم جلو دستبندی هست که مثل میرکو موره زرش که پلوی جوره خیلی خوشتنگ اون موقع دستبند بود خجیری که جا مرز سر حلاله سر باش ورده مرجم دا کرده بالا من بکشو خون دکم پیاله میخونه بخار میخون تر حد من تو اوراق بود ممشن قشنگم منی اوراق من بود من تی راه و تی روش و تی مجشه تی راه و تی روش و تی مجشه تی لب و لوچه و بلفه و چشه حاضر ما تشیرم کلیم با فقط عبتیم تی دیمی بیچه مرکشه نیچه که تمام آدم های بی سواد با صفای دنیا سواد دیدن دارن سواد دیدن شما نوشتن سطحیه دیگه وقتی ببینی ریشه رو بینی اینه که خیلی از دنیا خدای عالم امیر این معلوم ناشت نوه که سواد داشت قطعا داشت یه سری دو بیتی های سبک امیری داره که خدای آدم خلق